تا پلیس ردیف گذاشته میگه جلو نیاین نه بلیاز خدا این بدوی را که میبینیم به این مردم کمک کنیم هر کس ننگ ناموس و غیرت داره به این مردم کمک کنه هر یکی در بیمارستان روان میشه به خاطر اینکه پلیسا 1 متر جا را گذاشته 1 متر گذاشته میگه بشینین اینجا بمورین بمانین به ما هیچ رفته نداره با یونانی هم دو میزنه خوش میده ولی یاد خدا کمک کنید جلو سکونتای یونان جلو سازمان ملل شاهین مافیا جونین مافیا امروز به 3 دسامبر بچه ها جمع شدن اینجا برای حق و حقوق خودشون اینجا که بتونن حقشون رو بگیرن چادر رو بستن بچه های ایرانی و افغانی هستن چیز در حدود 50 نفرن امروز جمع شدن حالا بقیه هم دارن میاد Last year, 4 times it was happened. Too much. We have organized too much patients to here, and they could get the result to here positive. Unfortunately, the manager UNHCR several times told that nobody has the right for getting the positive result, but we could prove for everybody that they have the right and they could get the right. They could get a passport and everything. Thank you. Okay, thank you very much. این لب دکتر جانشان در خطر است تا جواب خدا نگیرن جواب خدا نگیرن هیچ وقت از اینجا تکون نخواهد شد ابی چی شده؟ میگیریم بچه ها شلوغ ملوغ کنیم تخما گفتم بیاره پول دادم بیاره پول دادم بیاره یک تا با تخما میزنه یک تا دیگه با سنگ میزنه پلیسا که شما را میزنن فعلا تخم اگر رسید به اونجا بعدا با گوجه میشه ملت میتونی هر چیزی بگیری تو یک نفر فقط چی بزنی نه 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 فقط چی باید آقا پول دادم تخم آقای آقا سب کن تخم مرغا رو بیاره تخم مرغا رو سب کن بیاره مرغا رو بیارین هر چی سب بیاد کن باید امروز با این چیز کنیم تصفیه کنیم امروز این او رقم بزنیم بستن بابا فردا سر کوچه رو میبندن خیمه ها رو ور میداره باید اینجا هیچ کار نمیشه کرد میگه ما مافیا هستیم داخل UN هر کار میتونیم پولای شما رو میخوریم همه کار میکنیم شما میگه پدای سر نماز که هر کار میشه 22 روزش هست اینا نوای خدا دختن هیچ کار نمیکنه نوار سفارت ایران نه بابا خبر آوردیم برای ما دوستتون اینجا هستن زنه داریم پاسپورت بس